My love has got no money, he's got his strong belief. My love has got no power, he's got his strong beliefs. رفقا سلام، خوش اومدید به یه خلاصه فیلم جذاب دیگه. امروز اومدیم با فیلم Up for Love. هشدار اسپویل رو هم بدیم و بریم که شروع بکنیم. دایان بعد از 3 سال که طلاق گرفته بود، اولین باری بود که دوباره قرار میذاشت. اولش فکر کرد کسی که میاد یه مرد خوشگل و خوش‌تیپه، ولی کسی که اومد یه مرد کوتاه بود. دایان یهو خیلی ناامید شد که طرف فقط 1 متر خط داشت و تمام رویه‌هایی که داشت داغون شد. طرف خیلی باهوش بود و فهمید چه خبره، اما اصلا به روی خودش نیاورد و عصبانی نبود، چون اعتماد به نفس داشت تا دایانو عاشق خودش کنه. الکس یه معمار نابغه است که ثروتی رو داره، همه دنبالش بودن و نداشتنش. ولی کوتاه بود، حتی یه پسر قد بلند و خوشگل داشت، ولی هنوز بدنش کوچیک بود و خانواده‌اش مسخرش می‌کردن. اما الکس اصلاً به مسخره کردن بقیه اهمیت نمیداد، حتی خودش رو مسخره می‌کرد تا دور و بریاش بخندن. دایان یک وکیله و اون و شوهر قبلیش یه دفتر حقوقی افتتاح کردن، ولی معمولاً در مورد تفاوت‌های فکری دعوا می‌کردن. مرد هم سخاوتمند بود و هم خیلی باحال بود و دایان یهو جذبش شد. دایان فهمید که بدن کوچیک یک روح بسیار جالب داشت. الکس یهو زنگ زد به دوستش و گفت که میخواد توی 1 ساعت آینده سوار هواپیما بشه. دایان نتونست جلوی خندش رو بگیره، چون فکر کرد که الکس میخواد یه خط درست کنه. ولی چند ثانیه بعد دوتاشون توی ارتفاع 1000 متری زمین بودن. دایان ترسیده بود و پاهاش بی‌حس شدن و فقط میخواست بره خونه. الکس اول دلبریش داد و بغلش کرد و با هم پریدن پایین. ولی دایان از این صحنه که هیچ وقت ندیده بود لذت برد و احساس میکرد که الکس امنه. دایان خیلی تشکر کرد که این یه تجربه‌ای بود که تا حالا نداشته. وقتی که اولین بار الکس واقعی رو دید، تونست تا پیش‌فرضاشو از بین ببره درباره اون. دایان الکس رو با خوشحالی ول کرد و رفت. و الکس هم یکمی دلش شکست. از اون روز به بعد دایان همیشه به الکس فکر می‌کرد و وقتی به مهمونی‌ها میرفت نمیتونست نخنده. اون روز خیلی بعد با شوهرش دعوا کرد و اینقدر که سرش شلوغ بود اشتباهی زنگ زد به الکس. الکس خیلی خوشحال شد و گفت که میخوام ببرمت به یه جای خیلی خاص. رفتن به یه رستوران منحصر به فرد. همیشه که الکس میاد اینجا باید قد بلندی کنه تا طرف الکس رو ببینه. دایان دید که همه عاشق الکسن توی اینجا، ولی فقط قلب الکس میتونست بفهمه که این همش همدردی بود. سر میز شام الکس شروع کرد به جوک گفتن و کاری کرد که دایان همه مشکلاتش رو ول کنه و فقط از خنده بمیره. همچنین صورتش رو مثل اسکولا میکرد و این دفعه انگار قلبشون خیلی به هم نزدیک شده بودن. موقع خدافظی دایان ابتکار عمل داشت و الکس رو بوس کرد. روز بعد دایان و شوهر سابقش دوباره دعوا کردن. شوهر سابقش داشت میفهمید که شاید دایان داره با کسی قرار میذاره و ازش پرسید، ولی دایان مجبور بوده بگه نه. ولی وقتی که رفت دستیارش به شوهر سابقش گفت که قضیه چیه. شوهر سابقش هم مخفیانه یک سره نگاش میکرد که این دوتا خیلی با هم صمیمی شدن. و الکس تا اندازه دهن ماشین هم قد بلند نبود. این برای شوهر سابقش یک توهین بود. توی مهمونی‌ها هم همه روی زمین می‌رقصیدن و فقط همین دوتا از همه انگار جدا شده بودن. سر الکس فقط تا جای کمر دایان بود. دایان هم سرش رو پایین آورد تا اونو تو بغل بگیره. انگار که داشت بچه‌ش رو بغل می‌کرد. تو راه برگشت به خونه وقتی از چهارراه می‌خواستن رد بشن فکر کرد که اگه بره راست یعنی دایان می‌خواد بره خونه‌اش، ولی اگه میرفت چپ دایان میرفت خونه الکس و شبو اونجا ادامه میدادن. دایان هم تصمیم گرفت بره به چپ. توی خونه خیلی محکم همو بغل کردن، جوری که همه اعضای بدنشون به هم میخورد. ولی دایان یهو به آینه روبروش نگاه کرد و به هم ریخت. الکس احساسات دایانو فهمید و گفت که اگه میخوای با یه پایان خوب میتونیم تمومش کنیم. ولی تهش دایان هنوز میخواست که الکسو ببوسه. داخل شرکت دستیارش در مورد رابطه‌اش با الکس پرسید، ولی دایان خیلی تلاش کرد که نگه. اون گفت که اونا فقط 2 تا دوستن، چون نمیخواست درباره قد دوست پسرش مسخره بشه. شوهر سابقش هم الکس رو مسخره میکرد که بالاخره دایان یه شاهزاده خانم بود ولی عاشق یه مرد قد کوتاه شده بود. این موضوع دایانو خیلی عصبانی کرد که دایان نمیتونست به نظرات بقیه اهمیت نده، ولی نمیخواست روی احساسات خودش نسبت به الکس تأثیر بذاره و احساساتش رو نسبت به الکس از دست بده. دایان میخواست برای الکس لباس بخره، ولی چون خیلی قد کوتاه بود مجبور شد به یه فروشگاه لباس بچه بره. صاحب مغازه فکر کرد که اون میخواد برای پسرش لباس بخره. پس وقتی الکس هدیه رو گرفت یک ژاکت بچگانه بهش داده بود. اما الکس خیلی خوشحال بود. عشق بینشون بیشتر شد. دایان گفت فردا به یک مهمونی مشروب خوری با خانواده‌اش میرن و با الکس موافقت کرد که فردا به ملاقات پدر و مادرش برن.
وقتی الکس اینو شنید خیلی خوشحال شد، اگرچه دایان خیلی میترسید که الکس واقعا بیاد. ولی در نهایت همونطور که قول داده بود الکس اومد و مادر دایان دید که یک مرد 1 متریه. حتی سر میزم میگفتن که خیلی قد کوتاهه و بقیه مردم هم یه سره داشتن میخندیدن. این باعث شد دایان خیلی خجالت بکشه، اما الکس رفت که حساب کنه. با دیدن اینکه والدینش دایانو ترک میکنن حس کرد که اونو رها کردن. الکس پرسید میشه لطفاً ادامه بدیم که به این عشقمون اعتقاد داریم؟ دایان گفت که زمان بیشتری میخواد. الکس هم باید فشار رو تحمل میکرد. روز بعد وقتی الکس از کنار شرکتش رد شد اومد تا اونو ببینه. یهو شوهر سابقش اومد تو و گفت تو دیوونه‌ای و برام مهم نیست که سر چلوغه، الان به جواب نیاز دارم. یهو قضیه کلا عوض شد. دایان و شوهر سابقش رفتن یه جای دیگه تا به دعواشون ادامه بدن. شوهر تلقین کرد که دایان عاشق یه مرد کوتاه شده، ولی دایان گفت که شاید به اندازه بقیه قد بلند نباشه، اما بخشنده است و خیلی باحاله. شانس شوهر سابقش خیلی کم بود. اون شب اونا رفتن سینما و دایان به نظر خیلی ناراحت میومد. الکس هم خندش رو قطع کرد و میدونست که وقتی دایان با اونه باید خیلی از حرفای بقیه رو تحمل کنه. روز بعدش الکس شوهر سابق دایان رو دید و بهش هشدار داد که دایان رو مسخره نکنه. ولی شوهر به پایین نگاه کرد و میخواست که دعوا کنه و الکس به خاطر این عشق اصلا از شوهر سابق قد بلند دایان نمیترسید. شوهر خیلی غیر منتظره گفت به خاطر این عشقتون اصلا به اون اهمیت نمیدم. اون روز دوتاشون رفتن که کنار ساحل راه برن. بعد یه صحنه خیلی خجالت آور اتفاق افتاد. وقتی که الکس میخواست بره بستنی بخره، خیلی تصادفی صاحب فروشگاه لباس رو دید و اون ازش پرسید که اون لباسی که برای پسرش خریده اندازش بوده یا نه. دایان نمیدونست که چطوری جواب بده. الکس گفت بله. الکس باید قلب قوی داشته باشه تا با کاستی‌هاش زندگی کنه. ولی دایان فرق داشت. اون نمیتونست این رو زندگی رو بپذیره. ولی الکس اونو دید که دلش شکسته. پس ابتکار عمل داشت تا باهاش به هم بزنه. این بار دایان دیگه خودداری نکرد. شاید اونم احساس رهایی میکرد. ولی بیشتر به این فکر بود که این کار رو انجام بده یا نه. پسر توصیه کرد که الکس در حال مرگه و همچنین گفت دایان ارزش درد و دل الکس رو نداره و الکس گفت که اون خیلی شایسته است و تمام تلاشش رو کرده. این جدایی زندگی دایان رو ساده تر نکرد. به نظر میرسید روحش رو تمام روز از دست داده فقط با فکر کردن به الکس. الکس هم ناراحت شد. حتی از بدن کوچیکش حالش به هم خورد. اون روز دایان تمام شب رو نتونست بخوابه و بالاخره فهمید در مقایسه با خوشحالی خودش نظر دیگران هیچ اهمیتی نداره. ولی وقتی اون به دنبال الکس رفت، کسی که درو باز کرد پسرش بود. پسرش گفت از بابام دوری کن و به فکر برگشت به خونه اون نباش. بعد از برگشت به شرکت حقوقی دایان خیلی گریه کرد. دستیاری کنارش مدام بهش دلداری میداد. درست به موقع مامانش اومد تا ملاقاتش کنه. با دیدن چشم گریون دایان مادرش هم خیلی پشیمون شد از کاری که خودش کرده. مادرش بهش توصیه کرد که بره الکس رو پیدا کنه و در مورد احساسش بهش بگه. پس دایان سوار هواپیمایی شد که قبلا سوار شده بود، ولی هنوز در وحشت بود که مردی که اون دوست داشت پایین‌تر از اون بود. بعد از کلی تلاش بالاخره دایان پرید و با ترسش روبرو شد. وقتی که پایین رسید چتر رو روبروی الکس برد و بهش گفت که دیگه نمیترسم ارتفاع 1000 متری باشه یا عشق ما. کل چیزی که میخوام بگم اینه که دوستت دارم و خیلی خوب آمادم تا با تو بمونم. ولی این دفعه الکس هیجان زده نبود. دایان گفت الکس دوستت دارم. با تمام قلبش گفت. الکس کلاهش رو در آورد و با چشماش مصمم بود که در آینده با بدن کوچیکش از دایان حفاظت کنه با استفاده از روح جذابش. ولی این دفعه الکس مثل یک شوالیه قد بلند بود. مثل یک اسب سفید پرنسس که همیشه دایان آرزوشو داشته. و فیلم همینجا تموم میشه. رفقا فیلم کامل رو میتونید از کانال تلگراممون که لینکش همین پایین میاد هم توی دیسکریپشن دانلود کنید. خیلی ممنون که تا آخر ویدیو همراه هم بودید. لطفاً لایک و سابسکرایب کنید. دفعه بعد با یه فیلم جذاب دیگه میبینمتون.